بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من و همکارم رو پذیرا باشید. کماکان ما در برنامه خانوادگی آماده و جامعه آماده در قبال مخاطرات خدمتتون هستیم. یک از بحثایی که از جلسات پیش حتما باید به خاطرتون مونده باشه که باید پیگیری کنیم، گفتیم بحث علائم حیاتی است. ما در موضوع علائم حیاتی اولین علامت حیاتی یعنی تنفس رو با شما مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم. اختلالات تنفس رو گفتیم، ایست تنفس رو گفتیم اگه ایست تنفس موجب ایست قلب هم شد و ایست قلبی تنفسی به وجود اومد بعد چیکار کرد. بعد اومدیم در مورد مشکلات تنفسی ناشی از ورود اجسام خارجی به حلق بحث و گفتگو کردیم. اما در این برنامه میخوام در خصوص دومین علامت حیاتی که بسیار مهم هست و دانش اون برامون خیلی کاربردی صحبت بکنم و اون موضوع نبض هست. اسم نبض رو که زیاد شنیدید، قطعا خودتون نبض‌ها رو دیدید و میشناسید، اما چند نکته رو هم من یادآوری کنم که خالی از لطف نخواهد بود. خب این قلب ما وقتی که پمپاژ میکنه و خون رو به طرف آئورت یا بزرگترین سرخ رگ بدنمون میفرسته، این حجم خون وارد رگی میشه که این رگ قابلیت ارتجاعی داره، میتونه خودش رو باز کنه. هر بار که قلب پمپاژ میکنه یه موج یا یک برآمدگی بر دیوار سرخ رگ به وجود میاد. قلب که تو حالت استراحت میره، رگ به حالت اولیه برمیاد و همینطور این موج از زمانی که در رحم مادر بوده این تا امروز خدا رو شکر ساری و جاری است. در مورد گرفتن نبض چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولا بدونید که نبض رو اصطلاحاً میگوییم گرفتنی، ولی واقعا گرفتنی نیست. نبض رو باید لمس کرد، یعنی با نوک انگشتان. اون هم کدوم انگشتان؟ حتما سه انگشت. انگشت اشاره، انگشت وسطا و انگشت حلقه. این سه انگشت باید به آرامی نبض رو بگیرن. کدوم نبض رو؟ ما حدود 24 نبض داریم که اینها به شکل اشتراکی یا به شکل قرینه‌ای وجود دارن. مثال عرض می‌کنم. اگه نبض مچ دست راست رو من میگیرم، حتما در مچ دست چپ هم نبض وجود داره. اگه نبض رو در چین آرنج راست می‌بینم، در اون دست هم این وجود داره. اگه من نبض رو در گیجگاه می‌بینم، در این ور هم وجود داره. اگه من نبض رو در چین یا در زاویه استخوان فک پایین احساس می‌کنم، این ور هم وجود داره و الی آخر. چون قراره که ان شاء الله شما تو کلاس‌های ما در جمعیت ارائه حضور پیدا کنید، من دیگه از وقتم حسن استفاده رو خواهم کرد و سخن رو کوتاه می‌کنم. اما چگونه نبض رو بگیریم؟ هیچ وقت با انگشت 60 نبض نگیرید، چون انگشت 60 خودش دارای نبضه. یه وقت می‌بینید که خدای ناخواسته نبض یک کسی که فوت کرده رو شما با انگشت 60 می‌گیرید، نبض شما میزنه، فکر می‌کنید که نبض اون بنده خداست. خب پس چیکار کنیم؟ با این انگشت بگیریم. من فقط پیشنهاد میدم ولی خیلی اصرار ندارم بر این مسئله. طوری نبض بگیرید که انگشت اشاره شما به طرف بالا باشه. چرا؟ چون ظرفیت حس پذیری این انگشت از بقیه انگشتان بیشتره. شما تمام نوسانات نبض رو می‌تونید اینجا ببینید. کجاست این نبض؟ در امتداد انگشت 60 وقتی جلو میرید اینجا یک گودی هست بین استخوان زند زبرین و زند زیرین. اینجا یک سرخرگی از زیر پوست و روی استخوان مثل اون 24 تای دیگه عبور کرده. شما با به اصطلاح احساس انگشتانتون نبض رو تشخیص بدید. تو این نبض چه ببینید؟ ببینید تو این نبض اینجوری میزنه، با کف دست من مقایسه کنید. ببینید نبض اینجوری میزنه، خب یا اینجوری میزنه. این خیلی مهمه. قدرت پمپاژ نبض. نکته دوم کنترل نبض در تعدادش هست. این تعداد نبض میدونید که معادل همون تعداد ضربان قلب، هیچ فرقی نمیکنه. در بزرگسالان یک چیزی حدود بین حالا 60 تا 80 تا، در کودکان یک چیزی بین 80 تا 100 تا، بین 90 تا 110 تا به نسبت سنشون. در شیرخواران مثلا حدود 140 تا در یک دقیقه این نبض باید بزنه. و حالا اگه این تعداد رفته بود بالاتر، اعلام خطری است برای ما امدادگران و برای شما. حالا بعداً در جلسات بعد خواهم گفت چه باید کرد. اگه این تعداد نبض پایینتر اومده بود، باز حتما مشکلی به وجود اومده، یعنی بیمار شما به اکسیژن خیلی زیادتری احتیاج داره. اگه خدای نخواسته نبض نبود، این نشون دهنده این است که قلب از کار افتاده. پس نبض یکی از بهترین علائم حیاتی برای ما شناخته میشه. امیدوارم که نبض زندگیتون همیشه بزنه. الهی که قلبتون همیشه پرتپش و سایه عمرتون بدون